سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من کیوان هستش و خوش اومدید به ویدیو دیگه. میخوایم با هم دیگه باز هم یک ویدیو دیگه از صحبت‌های استاد کاور رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو نگاه کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و درود خدمت همه عزیزان، دوستان محترم. ممنون از انرژی های مثبتتون. اکثریت دوستان درخواست داشتن آموزش برون فکنی بذارم و آقا کیوانم خیلی گفتن که به هر حال فالووراشون در کانال این درخواست رو دارن. چشم، من آموزش میدم، ولی قبل از هر چیزی در مبحث برون فکنی شما باید پاکسازی چاکراهای خودتون رو انجام بدید و اصطلاحاً چاکراهاتون رو به تعادل برسونید که بتونید یک برون فکنی یا پرواز روح موفقی داشته باشین. و قبل از هر چیزی من توصیه میکنم دوستانی که در دنیای ماورا حالا تحقیق میکنن، عمل میکنن، حتما نماز اول وقت بخونن یا ذکر داشته باشن، به این دلیل که شما در مسیر نور، در مسیر خداوند بزرگ مرتبه قرار بگیرید که بعدها اگر برون فکنی انجام دادید، احیانا اگر روح شما در بعد و مکان منفی وارد شد، آسیبی به شما رسیده نشه. و دوستانی که در مسیر نور قرار میگیرن اصطلاحاً نماز اول وقت میخونن، ذکر میگن، کارهای خیر انجام میدن، دروغ نمیگن، کینه ای توی وجودشون کهنه نشده، انداختنش بیرون رفته، حسادت ندارن، این دوستان در مسیر نور قرار گرفتن و دارن به تکامل خودشون میرسن. و در برون فکنی این عزیزان در برون فکنی زمانی که پرواز روح دارن، در بعدهای بد، بعدهای منفی، تاریکی وارد نمیشن و اگرم وارد شدن دیگه ترسی ندارن، چون اون قدرت لازمه، اون تکامل، اون رشد رو پیدا کردن. و قبل از هر چیزی گفتم اول باید چاکراهای بدن شما پاکسازی بشه یا به تعادل برسه، که الان من تمرینی بهتون میدم که انشالله موفق باشید در این مسیر. ببینین اول اینکه دلایل بستن چاکرا چی میتونه باشه. دلایل متعددی داره. یکیش ناامیدیه، هر فکر منفی که در ذهن شما میاد، کینه، حسادت، حتی غیبت، دروغ، اینا باعث میشه شما انرژی های منفی محیط اطراف خودتون رو جذب کنید. و اینکه دید خوبی به چیزی نداشته باشین. وقتی شما دید بدی دارین، یعنی در واقع انرژی منفی صادر میکنین و دریافت انرژی منفیه. و برای اینکه به چاکراهای شما پاکسازی بشه، این تمرینی که بهتون میدم انشالله که چاکراهای شما رو به تعادل میرسونه و میتونه یه برون فکنی خوبی داشته باشین. ببینین ما در جهان خودمون، در دنیای خودمون، از 3 منشأ بزرگ میتونیم انرژی دریافت کنیم. یکیش هوای یا باد اصطلاحاً که ما میگیم، یکی زمینه، یکی خورشید یا همون نوره. میتونیم انرژی های خیلی قوی رو دریافت کنیم که اصطلاحاً به همینا میگن 3 منشأ اصلی انرژی پرانا. دوستان عزیز، بهتره که اول وضو داشته باشین و در روز این کار رو انجام بدین در محیط آرام. ببینین زمانی که خونه شما شلوغ، سر و صدا داخلشه، هیچ وقت تمرینای ماورایی انجام ندین، یعنی تمرینات متافیزیکی در اصل انجام ندین که تأثیر منفی روی شما میذارن. خب وضو میگیرین، دراز میکشین در جای راحت با آرامش. لباسی که میپوشین لباس چسبونی نباشه، یه لباس آزادی باشه که زمانی که دارین تمرکز میکنین و انرژی دریافت میکنین، مثلا آستین لباستون اذیتتون نکنه، فکرتون رو منحرف نکنه. خب دراز میکشین. زمانی که دراز کشیدین کف پاها رو به زمین میچسبونین. کف پاها رو به زمین میچسبونین و چشما رو میبندین. 7 تا نفس عمیق میکشین، دم و بازدم، نفس رو حبس میکنین و میدین بیرون و به هیچ چیزی فکر نمی کنین و هر تصویری که اومد توی ذهنتون، هر فکری اومد توی ذهنتون، اصلا بهش دقت نمی کنین.
که چی بود، این چی بود، من دیدم این کجا، و اصلا به این چیزا دقت نکنید. ذهن انسان گسترده است، میدونین، به بعدهای مختلف میتونه در آن واحد سفر بکنه. به خاطر همین به هیچی دقت نکنید. این 7 نفس عمیق رو بکشین تا به آرامش برسیم و به نفس کشیدنتون دقت کنید که فکرتون منحرف نشه. خب شروع میکنیم. در این تمرین شما انرژی رو از زمین میگیرین. البته اصطلاحاً میگیم زمین، ولی در واقع این انرژی که شما از محیط اطراف در واقع میگیرید و تجسم زمینه. ببینید دوستان عزیز، بعضیا میگن ما باید انرژی رو از ستارگان بگیریم. انرژی ستارگان به این راحتی ها به یک انسان نمیرسه و حداقل 10 تا 15 سال تمرین مداوم میخواد و انرژی ستارگان خیلی زیاده و زمانی که میخواد وارد بدن یک انسان بشه اون انسان رو متلاشی میکنه. اینقدر این انرژی بالاست. به خاطر همین مطمئن باشین فقط با تمرین مکرر به این قدرت میتونین برسین و این انرژی ستارگان رو دریافت کنین. و اینجا به خاطر که به هر حال عموم بتونن استفاده بکنن از زمین استفاده میکنین. خب شما 7 نفس عمیق میکشین و خودتون به آرامش کامل میرسین و حس میکنین کف پای شما، یعنی زیر پای شما زمانی که دراز کشیدین زانوتون رو خم کردین، کف پاتون چسبیده به زمین، حس میکنین زیر پای شما یه گوی نورانی وجود داره. یه گوی، حالا نورش میتونه سفید باشه یا طلایی، هیچ فرقی نمیکنه. و این انرژی سفید، این نور از کف جفت پاهاتون وارد بدن میشه. ببینین در تمرکز، در تمرینات متافیزیک اصلا نباید عجله بکن. یعنی اینجوری نباشه که این نور بیاد طوری مثل این بازی‌های قدیم بود اینجوری بازی میکنن تند بیاد بره. نه اصلا اینجوری نیست. خیلی باید تمرکز داشته باشی و با آرامش. اون قدم نباشه که دیگه زیاد کشش بدید. به هر حال این نور میاد داخل، از کف پای شما وارد میشه، کل کف پا رو میگیره، میاد بالا، مچ پا، ساق پا، زانو، رونها و همینطور وارد بدن میشه. و اصل بحث اینجاه. ببینین میاد و در قسمت چاکرای ریشه میرسه. چاکرای 1 اصطلاحاً. ببینین چاکراها در دنیای متافیزیک به شکل گل هستن دیگه. زمانی که این نور به چاکرای ریشه شما میرسه، شما باید تصور کنین یک گل قرمز رنگی در اون نقطه قرار داره و این گل باز میشه. گل کاملا باز میشه و همینطور اون نور حالا سفید یا طلایی که از پا وارد شده میاد بالاتر تا میرسه به چاکرای دوم، چاکرای خاجی، و اون گل نارنجی رنگ، اون گل باز میشه. ببینید وقتی این گل باز میشه انرژی رو دریافت میکنه و همینطور میاد رو به بالا. چاکرای سوم، چاکرای خورشیدی، زرد رنگ، گل زرد رنگی باز میشه. ببینید دوستان عزیز، در 7 چاکرای اصلی بدن، چاکرای ریشه، خاجی و خورشیدی، یعنی قرمز و نارنجی و زرد، این 3 تا چاکرا منبع انرژی بدن هستن. و شما اگر بر فرض مثال چاکرای خورشیدی شما فعال باشه، حس شیشم خیلی خوبی دارید و حتی خوابهای خیلی خوبی میبینید. روحتون همیشه آگاهه. چرا؟ چون منبع انرژی بدنه. چرا زمانی که اجنه وارد یه جسمی میشن یا سنگینی میندازن رو شخصی، اون شخص گودی کمرش درد میگیره و معده درد میگیره؟ چون اون اجنه به منبع انرژی شما هجوم آوردن. یکی از دلایلشه. چرا میگیم مثلا نمک بزنی اینا؟ که این چاکراهاتون پاکسازی بشه. هرچند فلسفه پوست هم هست روش دیگه. به هر حال چاکرای سوم باز میشه، گل زرد رنگ باز میشه و همینجور شما نور سفید یا طلایی رو میدیم بالا تا برسه به چاکرای قلب شما، چاکرای 4م، و یک گل سبز رنگی باز میشه. یک گل 12 پر اصطلاحاً باز میشه و
نور همینطور میاد بالا توی دستاتون و همینجور میرسه بالا به چاکرای گلو و اینجا یک گل آبی کمرنگ، حالا آبی آسمونی باز میشه. ببینین دوستان، یه مسئله خیلی مهمه. شما زمانی که تمرکز گرفتی و داری تمرین میگی، سر این رنگ ها قاطی نکنین. یعنی از قبل این آمادگی ذهنی داشته باش که چاکرای گلوت مثلا آبی کمرنگه. دیگه من دیدم آخه بعضی از دوستان دارن کار انجام میدن، سر مثلا میرسه به چاکرای قلبش میگه سبز کمرنگه یا پررنگه. این فرقی نمیکنه، سبزه. شما دیگه تو اون حالت نباید ذهن خودتون منحرف کنید. به هر حال اون نور طلایی میاد بالا، میرسه به چاکرای چشم سوم. در این قسمت گل سرمه‌ای رنگی باز میشه و دوباره میاد بالا تا میرسه به چاکرای تاج. اینجا هم گل بنفش یا سفید باز میشه و شروع میکنه انرژی گرفتن. شما در اون حالتی که هستین به هر حال دم و بازدم خودتونم دارید و چاکراها، همه چاکراها رو باز کردیم و شروع میکنم به انرژی دریافت کردن. حالا از بالا چاکرای تاج شما بازه و داره انرژی دریافت میکنه و بعد از حالا 1 دقیقه شما شروع میکنید چاکرای تاج و اون گل رو میبندی. گل باید بسته بشه و همینجور میای پایین. ببین اون نور میای پایین، چاکرای گل چشم سوم رو میبندی، گل گلو رو میبندی، همینطور به پایین. ببینید این گلا باید بسته بشه، انرژی رو دریافت کرد، حالا بسته بشه و به پایین و اون نور میاد توی رون پا و زانو، از ساق کپ پا اون نور وارد اون گویی که زیر پاتون حس کردین میشه. و به یه نکته خیلی مهم دوستان عزیز، زمانی که شما در این تمرینات متافیزیکی انجام میدین، خب کار تموم شد، نور اکف پا خارج شد، اون گلا همه بسته شدن. یهویی نه این پاتون رو صاف بکنید. میدونین این باعث میشه حاله جسم شما مشکل پیدا بکنه، باعث میشه یک سری تیکای عصبی بگیرید. این نکته خیلی مهمه و شما زمانی که کارتون تموم شد آروم چشماتون رو باز میکنید. اول انگشتان دست رو حرکت میدین، انگشتان پا رو یکم حرکت میدین تا بدن خودش رو پیدا کنه، اون اعصاب، سلسله اعصاب بدن خودش رو پیدا بکنه. چون شما در یک حالت خلسه، در یک آرامش خاصی قرار گرفته بودین، یهو بخوای پا رو باز کنی حاله بدن ترک میخوره، زخمی میشه، حاله پاره میشه، خیلی خطرناکه، تیکای عصبی میگیرید. پا رو آروم آروم و وقت میکشونی، یه چند لحظه در جای خودت قرار میگیری، بعد بلند میشی. ببینین دوستان عزیز، خیلی از عزیزان هستن چاکراهاشون تعادل نداره. یعنی یه چاکرا بازه، یه چاکرا نیمه بازه، یه چاکرا کامل بازه. چاکرا اگر کاملا باز باشه، مثلا چاکرای گلو، شما مشکل تیرویدی پیدا میکنین، گوشاتون اذیت میشه، پشت گردن اذیت میشه، سردردای عجیب غریبی میگیرین. حتی چاکرای چشم سوم، چاکرای خورشیدیت معده دردای بدی میگیری. باید روی اینا کار کنین و این قولو بهتون میدم، شما اگر 30 روز 1 بار این تمرین رو انجام بدین در آرامش، سر اصولی که من بهتون گفتم انجام بدین، بعد از این 1 ماه خیلی از بیماری‌های شما مشکلش حل میشه، یا برطرف میشه، یا حداقل 70-80% حل میشه اون بیماری. و خیالتون راحت باشه، خیلی از درداتون میره، خیلی از پریشون حالیاتون میره. چون ما داریم طرف مثلا چاکراش بازه، چاکرای قلبش نیمه بازه، نفس تنگی میگیره، آسم میگیره. میدونین این خب به هر حال انجام نداده، این تمریناتو نمیدونسته و فقط از انرژیایی که از محیط اطرافش میگرفته روی چاکراش تاثیر گذاشته، خودش هم هیچ اطلاعی نداره. و دوستان همیشه یادتون باشه، زمانی که هوا خوبه، موقعی که آفتاب هست و یه نسیمی حالا میاد، حالا به هر حال توی تابستون هم هستیم، باید آفتاب باشه. یعنی شما حالا مایل نیمه مایل، این آفتاب به شما بخوره. تو پارکی قدم بزنیم، خیلی خیلی انرژی های مثبت و خوبی دریافت میکنیم و زمانی که میریم بیرون قدم میزنین،
ببین حالا یا موزیک مناسبی گوش بدین، مثلا خودتون غمگین نکنین، به افکارتون نبرین سمت مسائل و مشکلات زندگی، سعی کنین آروم آروم باشین. ببینین از ذهن، این انرژی از ذهن به اراده میاد و از اراده به روح و از روح به جهان هستی. پس حواستون به این انرژیایی که صادر میکنین و دریافت میکنین باشه. انشالله این تمرین رو انجام بدین و در کلیپ بعدی تمرین برون فکنی رو بهتون آموزش میدم. موفق و مؤید باشین. روز خوش. یا علی. خب دوستان، با هم دیگه صحبت‌های استاد کاور شنیدیم. یادتون نره نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسین و خواهشاً ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتما فعال کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.